خوش اومدید به قسمت جدید پرونده‌های فراطبیعی با مریوز. خوشحالم که این قسمت رو هم دارید تماشا میکنید. قبل از هر چیز یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید که کلی ویدیوی هیجان انگیز منتظر شماست. قانون پایستگی انرژی میگه هیچ چیزی ناپدید نمیشه، فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنه. سال 1938 یه فیزیکدان مشهور سوار یک کشتی از مقصد پالرمو به ناپل ایتالیا میشه، ولی هیچ وقت از اون پیاده نمیشه. این داستان اتور مایورانا است. اسم اتور مایورانا شاید امروزه واسه خیلی آشنا نباشه، ولی در زمان خودش فیزیکدان خیلی مشهوری بوده و دستاوردهای علمی اون رو بعضی‌ها حتی با آلبرت انیشتین همگام میدونن. اون یکی از معدود فیزیکدان‌هایی بوده که تو دهه 30 زندگیش به شهرت رسیده. ولی یکی از دلایلی که شاید امروز خیلی از شماها اون رو نشناسین اینه که هیچ علاقه به منتشر کردن کارهاش نداشته. بعدها معلوم شد که دستاوردهای علمی اون اتفاقا خیلی هم مهم بودن. مثلا تو سال 1932 اون وجود نوترون‌ها رو کشف کرده بود، ولی بعدا به دلایلی فقط از کارهاش نوت برداری می‌کرد و اونا رو منتشر نمی‌کرد. مدت‌ها بعد یه دانشمند دیگه به اسم جیمز چدویک که اون هم داشته روی همین موضوع کار می‌کرده تونسته نوترون‌ها رو کشف بکنه و به خاطر همین کشفش هم برنده جایزه نوبل بشه. ولی به دلایلی مایورانا وقتی که این موضوع رو شنید نه تنها عصبانی و ناراحت نشد، بلکه فقط خندید. سال 1937 مایورانا بالاخره تصمیم میگیره اولین مقاله‌اش رو چاپ کنه و این مقاله از نظر علمی اونقدر اهمیت داشت که باعث میشه اون بتونه یه کرسی در دانشگاه ناپل به دست بیاره. چند وقت بعد، یعنی ژوئن 1938، اون اولین کلاسش رو در دانشگاه ناپل تشکیل میده، ولی 2 ماه بعد دیگه توی این کلاس حاضر نمیشه. آنتونیو کاوالی که یه فیزیکدان مشهور دیگه است، در اون زمان رئیس بخش فیزیک دانشگاه ناپل بوده. اون به سرعت متوجه میشه که این غیبت مایورانا طبیعی نیست و یه جای کار میلنگه. به خصوص که قبل از این ماجرا 2 تا نوت از مایورانا دریافت کرده بود که موضوع رو خیلی عجیب ترش میکنه. توی نامه اول نوشته شده بود که من بابت این تصمیمی که گرفتم عذرخواهی میکنم، ولی رد پایی از خودخواهی توی این تصمیم نیست. میدونم ممکنه با گرفتن این تصمیم شما و حتی دانشجوهای دانشگاه دچار مشکل بشید و از این بابت از کاوالی عذرخواهی کرده بود. نامه دوم از پالرمو برای کاوالی فرستاده شده بود که تا ناپل حدود 10 ساعت با کشتی ازش فاصله بود و در واقع متن نامه دوم حتی موضوع رو برای کاوالی پیچیده تر میکنه. نامه دوم میگه که دریا منو رد کرد، من قصد دارم که فردا برگردم به ناپل، ولی دیگه نمیخوام درس دادن رو ادامه بدم و هیچ ربطی به افسن نداره و در واقع جزئیات این ماجرا خیلی متفاوته، ولی من نمیتونم توضیح بیشتری بدم. حالا اگه از خودتون بپرسید افسن چیه، در واقع هنریت افسن یه نمایشنامه نویس معروفه که توی 2 تا از کارهای مشهورش قهرمان‌های زن داستان هر دو خودکشی میکنن. پس این پیام یه جورایی نشون میده که اون تصمیمش بابت خودکشی رو یه جورایی عوض کرد. ولی خب اگه این اتفاق افتاده اون کجا رفته؟ کاوالی اولش زیاد حساس نمیشه و پیش خودش میگه خب بر طبق نامه دوم اون تو راه برگشته و شاید برنامه‌اش تغییر کرده. ولی وقتی چند روز دیگه هم میگذره و خبری از مایورانا نمیشه، تصمیم میگیره که با دوستاش تماس بگیره. خلاصه هر کسی رو که میشناخته بهش زنگ میزنه تا خبری از مایورانا بگیره. ولی وقتی بازم میبینه که خبری نمیتونه پیدا کنه، به خانواده‌اش که توی روم بودن تماس میگیره. اونا میگن تا جایی که ما میدونیم اون قرار بوده که توی ناپل باشه و هیچ اطلاعات دیگه‌ای در مورد اون نداریم. خلاصه موضوع به یه جای خیلی پیچیده‌ای میرسه. اونا حتی با هتل محل اقامت مایورانا تو پالرمو هم تماس میگیرن که ببینن هنوز اونجا هست یا نه، ولی مسئولای هتل میگن که اون اونجا نیست. خلاصه فرداش خودشون شخصا میرن هتل که ببینن میتونن سرنخی پیدا کنن یا نه. ولی وقتی میرسن اونجا میبینن مایورانا همه وسایلش رو دست نخورده اونجا گذاشته و تنها چیزی که نیست و پیدا نمیشه توی وسایلش پاسپورتشه. علاوه بر این یه دونه نوت، یه نوشته، یه نامه روی میز پیدا میشه که مایورانا خطاب به خانواده‌شون رو نوشته بودن و توی اون نامه مینویسه که یه خواسته دارم، سیاه نپوشید، اگه حس میکنید لازم عزاداری کنید بیشتر از 3 روز این کار رو انجام ندید و بعد از اون من رو در قلبتون به یاد داشته باشید، اگر میتونید من رو ببخشید.
خب این نامه هم یه جورایی نظریه خودکشی رو خیلی تقویت میکنه، ولی خانواده‌اش هنوزم باور نداشتن که اون بتونه خودکشی بکنه. به خاطر همین اینجا بوده که دیگه با پلیس تماس میگیرن. تحقیقاتی که پلیس انجام میده خیلی سرسری بوده. با این حال یه سری اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار میده. اول از همه این که اون آخرین بار صبح 25 مارس جمعه توی دانشگاه دیده شده، در حالی که اون روز هیچ کلاسی نداشته. اون میره به سمت یکی از دانشجوهاش به اسم جویدا. جویدا خیلی تعجب میکنه چون این استاد عادت نداشته بیرون کلاس با دانشجوها صحبت بکنه. خلاصه این که مایرانا یه سری کاغذ رو به جویدا میده و بهشون میگه که اینا رو برای من نگه دار و بعدا در موردش صحبت میکنیم با هم دیگه. خب چیزی که مسلمه ما میدونیم که مایرانا اصلا قصد نداشته بعدا راجع به این کاغذها با جویدا صحبت بکنه، چون اون لحظه قصدش خودکشی بوده. چون بعدش برمیگرده به هتلی که توش زندگی میکرده، نامه اول رو به کاوالی مینویسه. در واقع تو نامه اول از یک کلمه ایتالیایی استفاده کرده که یه ذره ابهام‌آمیزه، چون این کلمه ایتالیایی هم معنی خودکشی یا مردن میده، هم معنی ناپدید شدن میده. بنابراین اینجا قضیه داستان یه ذره قاراش میشه. همون شب ساعت 10:30 اون یه بلیط به مقصد پالرمو میگیره، سوار کشتی میشه و به محض رسیدن به پالرمو یه بلیط برای برگشت میگیره، یعنی فردای همون روز. نامه دوم رو به کاوالی مینویسه و توش میگه که منصرف شده و نمیخواد خودکشی بکنه. علاوه بر این به هتلش توی ناپل زنگ میزنه و میگه اتاقش رو به کسی دیگه ندن چون اون داره برمیگرده. همه این شواهد رو که کنار همدیگه بذاریم، قضیه یه جورایی به نظر میاد که انگار مایرانا منصرف شده بوده و میخواسته برگرده سر زندگیش، ولی چه اتفاقی براش توی اون کشتی عجیب غریب افتاده. اطلاعات بلیط فروشی نشون میده که اون سوار کشتی برگشت شده ولی از اون پیاده نشده. تنها احتمالی که وجود داره اینه که از داخل کشتی خودش رو داخل آب پرت کرده باشه که خودکشی کنه، ولی از اونجایی که جسدی پیدا نشده یا حتی شاهدی اونو ندیده که بخواد خودش رو بندازه داخل آب، این قضیه یه جای منتفی میشه. با این حال پلیس خیلی راحت قبول کرده بود که مایرانا خودکشی کرده. اونم به خاطر این بوده که اون سابقه مشکلات افسردگی داشته. دقیقاً 4 سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته، اون به طور ناگهانی دچار افسردگی میشه، خودش رو تو خونه پدر مادرش زندانی میکنه و رابطه‌اش رو با تمام فامیل و دوستان قطع میکنه. این انزوای اون ادامه داشته تا اینکه اولین مقالش رو منتشر میکنه و به عنوان استاد کارش رو تو دانشگاه ناپل شروع میکنه. توی اون زمان پلیس خیلی به گم شدن مایرانا اهمیتی نمیده، چون توی بحبوحه جنگ جهانی دوم بوده و خب پلیس و ارتش کار خیلی مهمتری واسه انجام دادن داشتن. اگه بخوایم خیلی خوشبین باشیم و بگیم پلیس به خاطر اینکه سرش شلوغ بوده نتونسته پرونده رو درست پیگیری بکنه، اما بازم نکات خیلی زیادی وجود داره که نشون دهنده تناقض توی پرونده است. برای مثال جسد مایرانا هیچ وقت پیدا نشده، هیچ کسی اون رو ندیده که خودش رو داخل آب بندازه. اون کشتی که مایرانا سوار شده بوده کشتی خیلی شلوغیه و امکان نداره که شما بخواید کار رو عرشه کشتی انجام بدین، اصلا کلا کار رو انجام بدین تو کشتی کسی شما رو نبینه و این موضوع رو خیلی پیچیده تر میکنه. مجموع این شواهد در کنار یه موضوع خیلی مهم، اونم این که مایرانا پاسپورتش رو هم با خودش برداشته بوده. برای رفتن از پالرمو به ناپل نیازی به پاسپورت نیست، پاسپورت فقط نیازه برای رفتن به کشورهای خارجی. همه اینا رو بذاره در کنار این که چند وقت قبل از اینکه این ماجرا اتفاق بیفته، مایرانا یه مقدار خیلی زیادی پول از حساب بانکیش برداشته بوده، یه چیزی حدود $7,000 امروزی. همه این شواهد رو که در نظر بگیریم متوجه میشیم کسی که قصد خودکشی داشته باشه نمیاد چنین کاری رو انجام بده. خلاصه خانواده مایرانا اصلا تو کتشون نمیره که اون خودکشی کرده باشه، به خاطر همین تصمیم میگیرن که خودشون تحقیقات ادامه بدن. میگردن و یه نفری رو پیدا میکنن که توی کشتی مایرانا رو دیده بوده. اون میگه که در واقع مایرانا رو دیده بوده، اون نزدیکی در واقع خودش یه جای خوابیده بوده، تمام طول مدت سفر خواب بوده، اصلا با هم حرف نزدن، ولی وقتی که داشتن پیاده میشدن اون ندیده که پیاده میشده. در واقع اون روز خیلی روزه که شلوغی بوده توی کشتی و در واقع یه بخشی از ارتش ایتالیا داشته با اون کشتی جابجا میشده. به خاطر همین اگه کسی که میخواسته خودکشی بکنه یا بله سر خودش بیاره قطعا این نفر اونو میدیده. خلاصه این موضوع خیلی سر صدا به پا میکنه. آدمای زیاد دنبال قضیه رو میگیرن. مثلا یکی از کسایی که توی کشتی بوده پسری آدم خیلی مهمی بوده که سناتور بوده توی ایتالیا.
اون از پدرش میخواد که قضیه رو پیش موسولینی پیگیری بکنه که رهبر وقت ایتالیا بوده. خود خانواده مایورانا هم حتی به پاپ نامه می‌نویسن و از پاپ میخوان که اگه میتونه و کاری از دستش برمیاد این قضیه رو پیگیری بکنه. با این حال همه این پیگیری‌ها هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته. خب همطور که گفتیم پلیس خیلی راحت قبول کرد که مایورانا خودکشی کرده، اونم به خاطر سابقه مشکلات افسردگیه که اون داشته. ولی این پلیس هیچ وقت نمی‌اومده بررسی بکنه و ببینه که چرا مایورانا به این افسردگی مبتلا شده بوده. داستان این افسردگی برمیگرده به سال 1932 که در اون زمان مایورانا در واقع تو سن 20 خورده‌ای بوده و با یه تیمی تو دانشگاه روم کار می‌کرده که سرپرستش یه شخصی بوده به اسم انریکه فرمی که یه دانشمند خیلی معروفی بوده. این همون زمانی بوده که مایورانا داشته روی نظریش در مورد نوترون ها کار میکرده، ولی همزمان یه شخص دیگه توی آلمان به اسم هایزنبرگ هم داشته روی این نظریه کار میکنه. خلاصه هایزنبرگ نظریش رو منتشر میکنه و مورد استقبال هم قرار میگیره. منتها نظریه اون یه سری مشکلاتی داشته، به خاطر همین مایورانا تصمیم میگیره که بره آلمان و اونجا با همکاری همدیگه یعنی اون و هایزنبرگ این نظریه رو تکمیل بکنن. توی همین تایم که در واقع مایورانا تصمیم میگیره بره آلمان، هیتلر توی آلمان به قدرت رسیده بود. مدت زمان زیادی از این همکاری نمیگذره که مایورانا برمیگرده میاد ایتالیا و دچار اون افسردگی میشه، میره خونه پدر مادرش و خودش رو حبس میکنه و ارتباطش هم با همه دوستاش در واقع قطع میکنه. حالا اینکه چه اتفاقی اونجا افتاده و چی شده ما نمیدونیم و خود مایورانا هرگز بهش اشاره نکرد. یه مدت بعد توی دانشگاه ناپل یه تیم دیگه هم در حال تحقیق روی همین موضوع بودن. عنوان تحقیقی اونا واکنش‌های هسته‌ای بوده که یه جورایی به اون تحقیقاتی که هایزنبرگ تو آلمان داشته انجام میدادم مربوط میشد. خلاصه چیزی که اونا در حال کشفش بودن این بوده که اگه نوترون رو با یه عنصر دیگه ترکیب کنی تبدیل به یه عنصر جدید میشه. به خاطر همین اونا همه عناصر رو یکی یکی ترکیب میکردن تا ببینن چه واکنشی نشون میده. تا اینکه تصمیم گرفتن واکنش اورانیوم رو امتحان بکنن. در مورد این مسئله با مایورانا صحبت میکنن ولی اون خیلی واکنش بدی نشون میده و میگه که حتی نمیخوام در مورد این موضوع بشنوم. اون در واقع به اونا میگه که فیزیک راه اشتباهی رو در پیش گرفته و ما هم راه اشتباهی رو در پیش گرفتیم. چیزی که این میون واقعا واضحه اینه که مایورانا میدونسته که نتیجه این آزمایشات به کجا قرار برسه. البته اون قبل از اینکه سلاح‌های هسته‌ای درست بشن ناپدید شده بوده ولی قطعاً میدونسته که نتیجه چنین تحقیقاتی به کجا میرسه. زمانی که مایورانا ناپدید میشه یه سری شایعات به وجود میاد که نازی‌ها اون رو دزدیدن و به لابراتوار خودشون بردن تا در مورد سلاح‌های هسته‌ای براشون یه سری آزمایش انجام بده. این تئوری یه ذره با واقعیت جور در نمیاد چون نازی‌ها تقریباً 1 سال بعد از ناپدید شدن مایورانا شروع میکنن به تحقیقات هسته‌ایشون. با این حال موسولینی دستور میده که یه سری جاسوسا بیان در مورد این قضیه تحقیق بکنن. خب مسلماً این تحقیقات هم به جایی نمیرسه و بعد از اینکه جنگ هم تموم میشه و نازی‌ها و لابراتوارشون هم از بین میرن بازم خبری از مایورانا نمیشه. ما میتونیم اینجا این تئوری رو ارائه بدیم که شاید مایورانا روی یک موضوعی خیلی مهمتر از سلاح‌های هسته‌ای داشته کار میکرده و این بوده که توجه نازی‌ها رو به خودش جلب کرده بوده. اگه یادتون باشه مایورانا یه سری برگه رو به یکی از دانشجوهاش داده بود و اون دانشجو هم برگه‌ها رو میده به کاوالی. ولی توی همین پروسه گم شدن مایورانا اون برگه‌ها یه جوری غیب میشن و دیگه هیچ اثری ازشون پیدا نمیشه. تا به امروز عمده ترین چیزایی که از مایورانا باقی مونده برای ما هم مقاله‌ای که خودش منتشر کرده که اعتبار علمی خیلی زیادی هم داره و در مورد پادماده هست. اگه بخوایم بپرسیم که پادماده چیه باید بگیم که هر ذره بنیادی در جهان یه پادذره یا پادماده هم داره که این دوتا داره جرم‌های برابر ولی بار مخالفه. حالا اگه ذره‌ای با پادذره یا پادماده خودش برخورد بکنه همدیگر رو خنثی میکنن و این خنثی سازی یه انرژی رو آزاد میکنه که خیلی قویه. ولی نظریه‌ای که مایورانا ارائه داده میگه که استثنایی هم توی این قانون وجود داره و در واقع ذرات خاصی دارن که پادماده یا پادذره‌شون خودشون هستن.
این نظریه حتی تا امروز هم به اسم مارانا شناخته میشه. این احتمال وجود داشته که چنین تحقیقاتی که خیلی هم امروز مهمه حتی میتونست منجر به ساخت یه سلاحایی بشه که خیلی قوی تر از سلاح‌های اتمی بودن حتی. و شاید این موضوع خودش یکی از دلایلی باشه که مارانا ناپدید شده. خب تا اینجا دیدگاه‌های اخلاقی مارانا به ما نشون داد که اون مخالف جنگ و ساخت بمب و جور چیزا بوده. به خاطر همین این تفکر شاید شکل بگیره که اون خودخواسته ناپدید شده که بتونه جلوی ساخته شدن چنین سلاح مرگباری رو بگیره. خب چیزی که ما میدونیم اینه که چنین چیزی اگه وجود داشته و اگه در واقع مارانا خودخواسته ناپدید نشده بوده، حتما نازی‌ها به اون توجه میکردن و حتما بعد از نابود شدن نازی‌ها و در واقع هیتلر، روس‌ها که توی جنگ سر قرار گرفتن هم جذب اون میشدن، به خاطر اینکه بالاخره یه جنگ تسلیحاتی بین اونا و آمریکا وجود داشته. ولی از اونجایی که هیچ تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده و هیچ آزمایش‌هایی هم انجام نشده، میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که مارانا انگار تمام اطلاعاتی که در مورد این قضیه وجود داشته برداشته و ناپدید شده. حالا بریم برگردیم به داستان. ما میدونیم که مارانا سوار یک کشتی شده و دیده شده که سوار کشتی شده، تمام مدت هم توی کشتی بوده ولی هیچ وقت از اون پیاده نشده. بعد از اون در واقع اطلاعات جدیدی از این موضوع به دست نیومده تا چندین سال بعد. چندین سال بعد توی آرژانتین یه فیزیکدانی به نام ریوارا داشته یه مقاله می‌نوشته که خیلی نظرش جلب میشه به تحقیقات مارانا و جذب نظریه‌اش میشه و داشته روی اون تحقیق میکرده. خلاصه یه روز که داشته کار میکرده روی همین مقاله، زن صاحبخونه وارد میشه و عکس مارانا رو توی اون پرونده که داشته روش کار میکرده میبینه و خیلی شوکه میشه و میگه من این مرد رو میشناسم و میگه که این دوست پسر منه. اون میگه که مارانا بهش گفته که قبلا تو ایتالیا فیزیکدان بوده و وقتی برگشته اومده اینجا تو آرژانتین فیزیک کنار گذاشته، الان رو به مهندسی آورده و از همین طریق با پسر یه زن که خودش مهندس بوده آشنا میشه. وقتی که در واقع ریوارا از این زن میخواد که خب جای مارانا رو نشون بده بهش، زن میگه که خیلی خطرناکه، من نمیتونم اطلاعات بیشتری بهت بدم. و از اونجا هم که خب این زن مکالماتش خیلی عجیب غریب بوده، فیزیکدان واسه ما فکر میکنه که شاید خب این چیزا از خودش داره میبافه و کلا بیخیال قضیه میشه. خلاصه ریوارا این موضوع رو کاملا فراموش میکنه تا اینکه چند سال بعد دوباره برمیگرده بوئنوس آیرس، یه سری تحقیقات داشته انجام میداده. توی رستورانی مشغول غذا خوردن بوده و تا غذاش حاضر میشده داشته یه سری فرمولای رو روی دستمال کاغذی که حالا روی اون میز بوده مینوشته. فیزیکدانا و دانشمندا معمولا این کارو میکنن. یکی از کسایی که تو رستوران بوده میاد پیشش و میگه خیلی جالبه شما فیزیکدانی، چون یه فیزیکدانی دیگه هم هست که همیشه میاد اینجا و مثل شما یه سری فرمولایی رو روی دستمال کاغذی مینویسه. و وقتی که در واقع ازش میپرسه که خب اون کیه و اینا، میگه که اون به ما گفته که اسمش ماراناست. اینجا بوده که دیگه واقعا ریوارا خیلی تعجب میکنه و فکر میکنه که یعنی میفهمه که اون زن همچین بیراه هم نمیگه. چند سال بعد از این اتفاق، یعنی حدود دهه‌های 1950 اینا که یه مدت زمان زیادی از گم شدن مارانا میگذره، یه دانشمند دیگه به اسم ریکامی هم به این موضوع علاقه‌مند میشه و میاد پیشو میگیره. اون میره کلا توی آرژانتین خیلی میگرده و دنبال اسم مارانا میگرده و میبینه که خیلی آدمای زیادی اسم اون رو شنیدن و در موردش حرف میزنن، ولی هیچکس در مورد جای دقیق اون و اینکه چطور میشه پیداش کرد چیزی نمیگه. یه عده میترسن و مثل اون پیرزن میگن که خیلی خطرناکه صحبت کردن راجع به جزئیات این قضیه. یه سری میگن ما نمیدونیم کجاست و یه سری هم انگار خودخواسته نمیخوان که جای اون رو بگن. خب بعد از یه مدت سرنخ ما از مارانا توی آرژانتین هم گم و گور میشه و دیگه انگار هیچ حرفی راجع بهش زده نمیشه. دلیلش هم این بوده که هول و هوش همون سالها دولت آرژانتین تصمیم میگیره که روی سلاح هسته‌ای آزمایش بکنه و خب خودتون میتونید حدس بزنید که مارانا چقدر از این قضیه بعدش می اومده و احتمالا همین موضوع باعث شده بوده که آرژانتین رو هم ترک کنه. چند سال بعد، یعنی سال 2008، یه شخصی به اسم روبرتو فسانی به یه برنامه‌ای که در مورد گم شده ها بوده زنگ میزنه
و میگه اطلاعاتی رو در مورد مایورانا داره که یه فیزیکدان معروفی بوده که گم شده و این حرفا. میگه که هول و هوش 1955 یه روز یه آدم، یه دوستی، یه کسی رو بهش معرفی میکنه اسم بینی. اون میگه که در واقع بینی یه آدمی بوده که توی دوره مثلا میان سالی زندگیش بوده، عینک زده بوده، خیلی خجالتی، کم صحبت میکرده و در واقع ظاهرا ماشینش خراب شده بوده و برای اینکه ماشینش رو درست بکنه آورده بودنش پیش این دوستم. خلاصه اون موقع که داشته ماشین رو تعمیر میکرده متوجه میشه که این آقای بینی همیشه یه پرونده رو همراهش داشته که با خودش این ور میبرده. موقعی که داشته داخل ماشین حالا درست میکرده و هر دلیلی متوجه کارت پستالی تو ماشین میشه که روش اسم مایورانا نوشته شده بوده. همین موضوع باعث میشه که توجهش جلب بشه، چون قبلا در مورد این فیزیکدان گم شده یعنی مایورانا شنیده بوده و وقتی دقت میکنه میبینه آره این آدم خیلی شبیه همون مایورانا قصه ماست، فقط کم پیرتر شده. خلاصه با هر بزرگترکی بوده یه عکس با مایورانا میگیره و بعد از این همه سال تماس گرفته با برنامه تلویزیونی و گفته که من یه همچین عکسی رو دارم. خلاصه همچین عکسی میرسه به دست پلیس و پلیس هم میاد اونو با یه عکسی از جوونی مایورانا در واقع منطبق میکنه و اعلام میکنه که شباهت خیلی زیادی دارن و صاحب این عکس جدید میتونه همون مایورانا باشه. تا سال 2011 که یه دادگاهی تو روم رسما اعلام میکنه که این عکس مربوط به مایوراناست و اون نمرده و خودخواسته در اون سالها فرار کرد، ناپدید شده و احتمالاً تا حدود سالهای 1955 همون هول و هوش هم زنده بوده و این موضوع در واقع شوک جهانی رو خیلی خیلی زیاد میکنه. با اینکه این موضوع توسط دادگاه تایید شده ولی هنوز ابهامات خیلی زیادی تو پرونده وجود داره. مهمترینش اینه که چطور مایورانا سوار کشتی شده و بدون اینکه کسی بفهمه از کشتی خارج شده که بخواد فرار کنه بره یه کشور دیگه. این موضوع عملاً تقریباً غیر ممکنه مگر اینکه یه نقشه خیلی دقیق داشته باشه. و اگه اون تصمیم گرفته بوده که از کشور خارج بشه و پاسپورت و پول و همه چیزام آماده کرده، چرا صحبت از خودکشی کرده بوده؟ آیا می‌خواسته هم فکر کنن که خودش رو کشته یا همچین چیزی؟ و اگه اینقدر دوست داشته که ناپدید بشه چرا هر جا میرفته اسم واقعی خودش رو به بقیه میگفته؟ خلاصه که این چیزایی که دارم الان میگم باعث شده که آدم تئوریای خیلی زیادی بیان راجع به مایورانا بگم. یکی از عجیب ترین تئوری خیلی زیادی وجود داره، مثلا تئوری قتل، تئوری خودکشی، تئوری ناپدید شدن، حتی تئوری روبودی شدن توسط فرازمینی. ولی یه تئوری خیلی عجیب وجود داره و اونم میگه که در واقع مایورانا به یه تکنولوژی دست پیدا کرده بوده که میتونسته در زمان سفر بکنه. این شایعه از اونجای قوت گرفته که حتی یه فیزیکدان ادعا کرده که توی آرژانتین مایورانا رو دیده در حالی که اصلا پیر نشده بوده و مایورانا با اون درباره تکنولوژی سفر در زمان صحبت کرده بوده. حالا یه چیز دیگه‌ای که خیلی به این موضوع قوت میده اونه که فرمی، همون دانشمند معروفی که در واقع مایورانا باش کار میکرده، یه جمله خیلی معروفی در مورد اون داره. اون در واقع وقتی که گم شده بوده گفته که اون خیلی آدم باهوشیه و اگه قرار باشه پیدا نشه هیچ کسی نمیتونه اونو پیدا کنه، چه توی این زمان چه تو زمانهای دیگه. و همین جمله یه جورایی این تئوری رو خیلی خیلی قوی تر میکنه که انگار اون به یه تکنولوژی دست پیدا کرده بوده که بتونه توی زمان سفر بکنه. خب اینم از پرونده این هفته. دوست دارم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم و بدونم که تئوری شما در مورد این پرونده چیه. اگه این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید کمک خیلی بزرگی به من کرد که بتونم ویدیوهای خیلی باحال‌تری براتون بسازم. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.